که تلاش‌هایش در چند مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان ثمر نآورد و این سال هم رجوع کرد، کوشش نمود و تا به این مرحله با 3 غلبه راه مبارزه را هموار کرد و به فینال برآمد. خطرک سایان این چمپیون جهان ورزشگری خیلی شهرتیار فدراسیون روسیه است که اگر ما هم توجه کنیم یک صحیفه دیگر را، یک تاریخی خیلی باز هم ورزشی سامبو که اکمالدین کریموف هم در شهر سوچی فدراسیون روسیه در مقابل این پهلوان هم در مقابل همین خرتک سایان مقاومت نشان داد، اما در مرحله نهایی ناکام گردید. و دیگر باره هم پهلوان ما با مرحله اساسی یعنی برای دریافت مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان چون فرصت مبارزه را هم پیدا کرده بود اما بختش آمد نکرد. ناصر بازارов سرمربی منتخب سامبوی جمهوری تاجیکستان نظاره و توجه به این سم دارد. استاد ورزش درجه بین المللی عنوانهای پهلوان ما بررسی خیلی زیادند و اشتراکچی مسابقات قهرمانی جهان مدال برنجی در چمپیونات جهان دارد. در مسابقات قهرمانی جهان هم 2 مرتبه با دریافت مدال نقره شرف یاب گردیده است. اکمالدین اکنون امروز خاطر ما را اگر در این عرفه جشن ها باز هم شاد کند، واقعا هم آرزوی دیرینش هم همین بود که این سال در سینی 30 سالگیش رجوع میکند، مبارزه میبرد برای انا همین عنوان شایسته و شاید بختش آمد کند و حالا از رقابت پهلوانان چون دقیقه ها پشت سر میگردد برای دریافت هر دو پهلوان هم امکانیت مساعد رو پیدا نکردم. در 3 مرحله هر دو مبارزه بردند، در 3 دوره که خیلی حساس بود اکمال هم مبارزه را بسیار هم با نفی خیز. حالا اکمال امکان دارد که باز هم در مقاومت چمپیون جهان یک لحظه دیگر مبارزه برد، اما باز هم اشاره داور که از راست رقابت پهلوانان ادامه خواهد یافت. رقیبشون در به دست آوردن نتایج ارزنده خیلی هم با کارنامه‌اش اگر توجه کنیم خیلی نتیجه های شایان هم دارد. سال 2010 در وزن تا 52 کیلو با دریافت مدال برنجی پهلوان ما شرف یاب گردیده است. 2012 مدال نقره دارد و بعدا هم 2014 با مدال برنجی شرف یاب گردیده بود. در کاسابلانکا سال 2015 مدال نقره. سوچی مسابقات قهرمانی جهان فدراسیون روسیه سال 2017 مدال نقره و در نوی صد سربیا هم مدال نقره رو پهلوانی ما به دست آورد. 4 مرتبه در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان ورزشگری تاجیک با گرفتن مدال نقره شرف یاب گردیده است. این بار 5م است که رجوع میکند و اکنون از خود متانت و مهارت بهتر هم نشان خواهد داد. ما امیدواریم که پهلوان ما در مبارزه امروزه هم از همان کسبیت خود استفاده میکند و وقتی که امروز هم اکمالدین به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان دفعه 5م راه یافت، الکی همه مخلصان هم با یک صمیمیت انا همین لحظه رو پزمان بودند که باشد که اکمالدین در نهایت کار هم موفق گردد. امیدواریم اکمالدین فرصت دارد 2 دقیقه دیگر حالا امکانیتی باز هم مبارزه بردن برای پهلوانان هست. ناصر بازار هم دست رو نگاه داشتن در این فرصت خیلی مساعد است و خرتک سایان این هم یک پهلوان خیلی سرشناسی فدراسیون روسیه، یک ورزشگری که سال 2017 و 2015 هم در مسابقات قهرمانی جهان و در جام جهان هم به دریافت زینه اول شرف یاب گردیده است. در سئول مدال نقره دارد. در مینسک در بازی‌های اروپا هم سال 2019 مدال نقره دارد و مدال نقره مسابقات قهرمانی اروپا رو هم این ورزشگر دارد.
و 34 ساله است. پهلوان ما 30 ساله است. رقابت هر دو ورزشگر هم بسیار پرشدت پشت سر میگردد. دقیقیت این لحظه ها را، حساسیت همین فرصت ها را بیاید با هم ببینیم و تلاش اکمل را که اکمل الدین کریموف این مراتبه هم ببینید که در تاریخ این کاری سهل و عادی نیست که 5 دفعه به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یابی. واقعا هم یک صحیفه تاریخی ورزشی میهن است. دقیقه آخرین اکمل الدین کریموف اندک از حساب حمله هایش، توجهش به استفاده حرکت های راست و پرتری هم خیلی زیاد است. تقدیر این رقابت را اکنون ما بعد 40 ثانیه بخواهیم دید. اکمل الدین این کوششش هم ثمر آور نیست و بسیار رجوع کند، تلاش ورزد که در پرتر و مخصوصا در همان حالت هیجان خود را بیشتر احتیاط کند. این مخلصان اکمل الدین و فرهاد رحمت الله هم یک اشاره میکند دیرکت سروری کلوب مرکزی ورزشی ارتش که اکمل باز حالا امکان دارد دستی راست رقیب را گرفت، حرکت های باز هم غیر چشم داشت را در این لحظه ها دست را بند کند، کشیده از بالای خلعت رقیب دارد، آنگاه نورا نلا نور می شود، اما از میدان باید بیرون نبرد که داوران این را هم زود پیخست میکنن و در این جریان هم اعتراضی این داور. در حقیقت هم تلاش مبارزه پشت سر میگردد. اکمل یک حرکتی دیگری سر کیف رو استفاده و در حقیقت هم یک تلاش بود، یک مبارزه بود که واقعا هم صحیفه تاریخی بود. واقعا هم این روز فرحی که به ما نصیب گردید. بار پنجم هم اکمل الدین کریموف به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. تلاشش تا به ثانیه های آخر، هرچند که اینجا امتیاز را هم به دست نآورده باشد، چون فرصت مناسب و دریافت آن امکانیتی خیلی هم مناسب آرزوهای 30 ساله این پهلوان جامعه عمل پوشید. ورزشگری که محبوبیت و معروفیت خاصه و این پیروزی را به مردم شرفمند تاجیکستان مبارک میگویم و واقعا هم اکمل از این لحظه حساس و هیجان و تقدیرساز دیگر برایش چیزی نیست. در حقیقت هم پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در این روزهای خیلی فرابخشه که بعد چند روز ما روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را استقبال میگیریم. روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را هم با تنتنه استقبال میگیریم و پرچم ما در مسابقات قهرمانی جهان در کشور همسایه ازبکستان پرافشان می شود که واقعا هم این عید و این شرف و این واقعا هم یک هویت بزرگی وطنداری را بار دیگر در قلب این چهره قوی تر کرد. اکمل الدین کریموف نهایتا هم به مراد دل رسید. ما به سنبای رسمی